یمینه او کما قال، مرد یا شخص هر انسانی مسلمان در راه رضای خدا، در راه خوشنودی الله صدقه کرد، خرج کرد، حتی کنایه زد پیامبر صلی الله علیه و سلم که دست راست اون عمل کرد که دست چپ اون نفهمید. کنایه ریا نکردن است، پیگیری نکردن است. اگر آفت علم فراموشی باشد، آفت خیر و احسان منت کردن است. به این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی که عملهایش، طاعت و عبادتش، خیر و احسانش خالصانه به خاطر رضای الله مهربان باشد، این گونه انسان ها نیز در زیر سایه رحمت الهی قرار دارد. و دیگر گروه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرد یا شخص در تنهایی الله به یادش آمد، در نماز قیام اللیل دل شب خیس نماز خوان، از ترس الله اشک ریخت، از خطا و گناهش اشک ریخت، پس از چشمان اون که اشک ریخت، این نشانه اخلاص و محبت اون است. این گونه انسان ها هم زیر سایه رحمت الهی قرار خواهد گرفت ان شاء الله. و این خاطر روز محمد صلی الله علیه و سلم در محفل نشسته بود، عقبه ابن عامر آمد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جوهر عزت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید من نجات یا رسول الله، نجات در چیست ای رسول خدا؟ سؤال صحابه را بین. امروز دامله ها که یادرس شدن، سؤال هایی که از جانب مردم می شود، اگر این قیاس به صحابه ها کنیم از زمین تا آسمان فرق می کند. این نشانه پس بودن فرهنگ مردم ما و شماست که سؤال دادن مردم که از مشکلات و خانواده ها و از عیال ها و از زن ها است، نشانه آن است که عقده ها و بیماری های در عائله های مردم هست. لیکن سؤالی که صحابه ها